دکابر در روز بین المللی مبارزه با کروپسیا اگنتی نظارت دولتی مالیه و مبارزه با کروپسیا تاجیکستان اثبات داد که در 10 ماه اول سال 2021 کارمندان این نهاد در وزارت و اداره ها، مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی، مرکزهای تطبیق لایحه ها و دیگر مؤسسه ها 822 سنجش گذرانیده به مبلغ 325 میلیون و 820 هزار و 116 سومونی ضرر مالیوی آشکار کردند. جمع عمومی ضرر به دولت رسانیده شده طبق پرونده هایی که امسال بازرسی شدند قریب نیم میلیارد سومونی، دقیق ترش 466 میلیون سومونی را تشکیل داده است. شادکام ترسونزاده سردار شعبه رابطه های بین المللی مرکز مطبوعات و رابطه با جامعه اگنتی در مصاحبه با خبرگزاری دولتی خاور با آوردن این امور گفت در نتیجه تدبیرهای اندیشیده شده از این 322 میلیون سومونی ضرر مالیوی آشکار گردیده 227 میلیون و 537 هزار و 632 سومونی علاکه ستانیده شد و برای رویانیدن مبلغ‌های باقی مانده تدبیرهای ضروری حقوقی اندیشیده شدند. با گفته شادکام ترسونزاده در 10 ماه اول سال جاری از جانب کارمندان اگنتی در عموم 1833 جنایت دارای خصوصیت کروپسیونی و جنایت‌های به آن وابسته به قید گرفته شده که 779 جنایتش را جنایت‌های وزنی تشکیل می‌دهند. در این مدت مفتشان اگنتی 784 پرونده جنایی باز نموده در 588 عدد آن نسبت به 765 نفر تفتیش پیشکی انجام دادند. ضرر از روی پرونده های جنایی انجام شده 466 میلیون و 909 هزار و 489 سومونی را تشکیل داده پس از سنجش پیشکی 297 میلیون و 782 هزار و 63 سومونی رویانیده شد. خبر داده است شادکام ترسونزاده. همزمان از جانب کارمندان اگنتی در این دوره 1254 حقوق ویرانکنی ماموری دارای خصوصیت کروپسیونی آشکار کرده شده افراد قانون شکن به مبلغ 1 میلیون و 420 هزار و 638 سومونی جریمه بسته شد. اما منتقدان میگویند اگنتی مبارزه با کروپسیا در فعالیت‌هایش خود را با تعقیب و بازداشت ماهیچه‌های خرد اقیانوس بیکنار شده کروپسیای تاجیکستان و مثل زمینسازان، کارمندان کمیسریات‌های حربی یا یگان معلم و دکتر و حد اکثر رئیسان جماعت‌ها محدود کرده به نهنگ‌های کلانتر این اقیانوس که در بالا حامیان قوی دارند کاردار نمی‌شوند یا جرأت نمی‌کنند. از طرف دیگر پرونده‌های اکثر منصبدارانی که به پاره به دست می‌افتند همچون قلابی جمع و بست می‌شود و در نتیجه این منصبداران اکثرا با پرداخت یگان جریمه ناچیز از تالار سود آزاد کرده شده بعد چند باز در یگان منصب نو پیدا می‌شوند و به شغل قبلی خود یعنی همان پاره‌گیری و کروپسیا ادامه می‌دهند. در نتیجه تاجیکستان همچنان در سیگانه فساد زده ترین دولت‌های دنیا باقی مانده. به عقیده تحلیلگران فساد در این کشور فقیرترین شوروی سابق چنان ریشه دوانده است که ساکنانش را از گهواره تا به گور سر هر قدم دنبال می‌کند.